سلام. من امروز دوباره برگشتم با یه آموزش دیگه. امروز میخوام بهتون یاد بدم با این ظرف‌های یک بار مصرف کاپکیک به راحتی شمع‌های خوشگل درست کنین. پیشنهاد میکنم تا آخر این آموزش همراه من باشین. وسایل مورد نیاز رو توی کپشن براتون مینویسم. اول از همه پارافین رو شعله مستقیم گاز و حرارت کم ذوب میکنید و بهش زمان میدید تا از دما بیفته. بعد هم فتیلتون رو داخل پارافین میزنید تا نسوز بشه و کیفیت سوختش بالاتر بره. یه مقداری از پارافین رو برداشتم و اون رو رنگی کردم تا گلی که میخوام توی قالب درست کنم رنگی باشه. حالا ظرف‌های کاپکیکم رو پر میکنم و زمان میدم تا کاملا سرد بشه. حواستون باشه نباید پارافین خیلی داغ باشه، یه کمی از دما افتاده باشه. بعد از اینکه پارافین ها رو ریختم زمان میدم تا کاملا سرد بشه. حالا میخوام داخل قالب سیلیکونی پارافین بریزم. بهتره که قالبتون رو با سشوار حسابی گرم کنید تا کیفیت شمع بهتری داشته باشید. قالب سیلیکونی خیلی مهمه که کیفیتش خوب باشه و داخلش حباب نباشه. همونطور که میبینید من پارافینی که داغ هستش و قالبی که گرم کردم رو پر میکنم و با ضربه هایی که به گوشه ها و دیواره های قالب میزنم و هواگیری که انجام میدم تمام هوای پارافین رو گرفتم و زمان دادم تا کاملا سرد شد. بعد هم به راحتی از قالب در آوردم. حالا با یه سیخ فلزی جای فتیلم رو سوراخ میکنم، چون که دمای شمعم هنوز یه مقداری بالاست به راحتی خودش سوراخ میشه و دیگه نیاز به گرم کردن نداریم. همینطور که میبینید من همه شمعم و حالا فتیله‌ای که حسابی پارافینیش کردم رو داخلش میذارم. اگر دیدین شمعاتون سرد شده و روی هم نمیچسبه حتما سشوار بگیرین. این کار باعث میشه که دوتا تیکه به هم بچسبه و از هم جدا نشن. به همین راحتی فتیله ها رو داخل شمع ها میذاریم و شمع های خوشگل کاپکیکی ما به راحتی حالا برای اینکه خوشگل ترشون کنیم یکم دورش اکریل میزنیم و این کاملا سلیقه‌ایه. شما میتونید از اکریل یا رنگ آکریلیک هم حتی استفاده کنید. به همین راحتی شما یاد گرفتین شمع‌های خوشگل رو توی خونه خودتون درست کنین و بتونید از این راه درآمد داشته باشین. مرسی که مثل همیشه تا آخرین آموزش همراه من بودین. خیلی دوستتون دارم و پیشنهاد میکنم این پست رو سیو کنید و برای دوستاتونم بفرستین. لایک یادتون نره.